Новое радио. برنامه شما بخیر باشد و اینشون در مهمونی برنامه رادیوی نو قرار دارند. یکی از شخصیت محبوب و نمایان در شو بیزنسی توجیک، پرودیوسر، شوومن، نفری که واقعا در ساحه صنعت بسیاری ها رو دستگیری میکنند، فعالیت ایجادی خود رو برای منفعت کور مردم پیش میبرند. بحریدینی صبور، خوش آمدید به برنامه. تشکر، فدای مهربانی های شما. بسیار سخنهای خوب گفتید. شما بخیر. شنوندگان رادیوی نو، البته به همه راهروان‌های سفید، به همه نفرانی که در خانه‌های خویش هستند استراحت خوب. سلامت باشید. شنیدنی بهترین یک صحبت را آوردم. خب بحریدین، برنامه ما چون ما و شما برابر دیده ایستادیم، این وقتی شام است، یعنی برنامه شامگاهی است. بله. من نخستین سوالی که با تمام مهمان‌های می اومده پیشنهاد میکنم، نخستین سوال این چنین که شام شما عادتاً کی سر می شود، در کجا با کی اون رو استقبال میگیرید؟ من وقتی شام برای شما از کی سر می شود؟ شام ما عین حال همین وقت ساده‌گر باشیم در پروبکای شهر یعنی در راه‌های در شاهراهای دوشنبه که بسیار تنبشوی نقلیات به نظر می رسد. ما بسیار مشاهده میکنیم فعالیتی قریب همه نمایندگان ساحه صنعت هنر رو که مول محصولات فعالیت کاری ایجادی رو بیشتر در صفحه اینستاگرامی خود میگذارند و شما نیز استثنا نیست. بسیار در اونجا فعال هستید و چگونه شما میتونید که در یک وقت هم اون صفحه رو پیش برید، هم فعالیت ایجادی خود رو، هم رولیک و ثبت برنامه‌هایی که در شما بسیار است، چقدر در یک وقت به این چیز شما موفق میشید؟ تشکر زیاد. بسیار سوالی به مورد. میدونید زرنگارو اصلا کار ایجادی ما هم در صفحه اینستاگرام و یوتیوب است. کانال پیشصف ما هر موادی که اومده میکنیم، هر یک فیلم است، رولیک است، خواه نباشه چیزی که کار ایجادی که نباشد، همه رو در صفحه خود استفاده میبریم. به همین خاطر هر چیزی که میکنیم، هر کار ایجادی که میکنیم برای صفحه اینستاگرام و صفحه یوتیوب است، کانال یوتیوب. برای مرد فکر میکنم، چون بسیاری ها چون این فکر میکنن که نسبت به جنسی زن، برای مرد زود و خیلی خوب و استوار موقع خود رو در ساحه شو بیزنس پیدا کردن دشوارتر است میگن نسبت به بانو. شما این رو در چی میبینید؟ این واقعا حقیقت دارد؟ از کدام جهت؟ نه تنها در تاجیکستان، در تمام سیاره دنیا ما فکر میکنم که همین گونه است. بله، چون این طبیعی است که وقتی که خانم صحنه میبراید توجه نسبت او زیاد میشه. خب شما که البته چون میبراید با پیراهن‌های خیلی زیبا، با چشمان آهویی، با پریچاسکه‌های غیر آرایش‌های مخصوصی موی، چگونه نتوانند شما را توجه نکنند؟ از اونی که مردم میبرن با یک کستون بروک و با یک یعنی مقرراً چگونه که مرد باید باشد. بله، من طبیعی است که بانوان زیر توجه بیشتر قرار میگیرن چه مردها. ها، درست خیلی کردید. و چه خیلی شد که مثلا شما وقتی که قدم‌های اولین رو به همین ساحه گذاشتید، چگونه بود آغاز کارتون؟ مشکل بود یا دستگیری‌ها بود؟ چه خیلی بود که اومد مخصوصا همین ساحه رو نوبس از اون که بسیار مشکلی سخت دارد شما پیش گرفته توانستید و تو جایی که ما میدونیم موفق نیست هستید؟ تشکر. اون کار البته به کمبودی به دشواری نمی‌شود. از چی آغاز کردید؟ نخستین من صنف 11 بودم که من همین چهاربینی‌های مکتبی شروع می‌کردم. از دوری مکتب خونی اشتراک می‌کردید؟ بله، در چهاربینی‌های مکتبی در لیسه می‌خوندم. اونجا در چهاربینی فرنگی رو من پیش می‌بردم و بعداً اومدم با مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه از سال 2007 تا سال 2010. بعداً در شبکه اولم کار کرده، در رادیو هم کار کردگی هستم، در رادیو صدای دوشنبه 2004. خلاص با زحمت، با دشواری هنوز به همین جای راه رسیدیم. باز ظفرهای بزرگ در پیش حالا. و از نگاه شما برای چی بسیار شخصیت‌های معروفی که مثلا وابسته بود فعالیت کاریشون با تلویزیون‌های گوناگونی دولتی کشور، امروزها بسیاری آنها در آنجا نیستند، چون خود شما نیز ترک کردید تلویزیون‌ها رو. سبب این رو شما در چی می‌بینید؟ من فکر میکنم در آزاداندیشی و یک اصلا ایجادکار باید آزاد باشد. اون برنامه‌ها، اون رولیک‌ها، اون فیلم‌هایی که ما میکنیم شاید قبول تلویزیون‌های دولتی نباشد. به همین خاطر ما اینها رو میتونیم که در سامانه‌های اجتماعی مختلف پخش کنیم. با فکر شما مشکل است کار کردن، چون شما باز در ساحه پرودیوسری نیست بسیار موقع خوب دارید با صنعتکاران، با نمایندگانی. خیلی مشکل است. از کدام جهت؟ با اونها زبان یک
کردن و زبان یافتن خیلی مشکل است، چون هر یک هنرمند خصلت خود را دارد، نازکی خود را دارد، طبع و ذوق خود را دارد. اصلا با هنرمندان فعالیت کردن کاری آسان است، راست کرد خیلی دشوار است. برای چی شد روی راست میگویند بحریدینی صبور؟ برای اینکه چون چند لحظه پیش قید کردن طرفدار آزاد فکری هستند. این خوب است، اما این واقعی با گوش صدا میده. ما حتی در روی همه هنرمندان میگم که با شما کار کردن آسان نیست، چون مشکل است، خیلی مشکل است. خیلی در جواب به شما چنین نمیگویند؟ امیدواریم نه نمیکنن. چرا؟ شاید از پستون دیگن. شاید میگن که هر کار به خود نازکی دارد. وقتی که شما یگان کار و فعالیت رو البته آغاز میکنید، یگان نقشه رو میکشید، منفعتی اون رو نیست، پیش از همه به نوبت میگیرید. یگان مهنت بیهوده کردن نمیشود. نه، من به نوبت نمیگیرید. من در همه حالت صفت عالی نتیجه کار در مد صفت مهم است. بله، برای ما یکم صفتی کار ما در مد اول میمونم، بعد فایدهش رو اصلا خرید وقتم نه. البته که صفت عالی ما یه وقت نه وقت فایده می آورده است، به همین معنی. بله، وقتی که شما با یگان هنرمند همکاری رو آغاز میکنید همچون پرودیوسر، بیشتر از روی کدام پرینسیپو شما میتوانید که همچون پرودیوسر با یک نفر معین کار کنید؟ با چی تکیه میکنید؟ یک پرودیوسر باید در حیات خودش کوزرهای خودش داشته باشد، بعضا سکرت‌های خودش داشته باشد که به آنها عمل کنند. اصلا وقتی که هنرمند خود کار میکنه، یکم با خاراکتر آوازی او باید شناس شوی. اگر هنرمندی مثل سراینده باشد، با خاراکتر صدای او شناس شوی و موافق با خاراکتر صدای او باید سرود بیابیم، باید آهنگ روشی مخصوصی خود رو پیدا کرده تواند. بله. چگونه است مثلا در شما بیشتر با نفرانی که علاقه محبوبیت دارند و پیدا شدند همچون پرودیوسر کار میکنید، یا با نفرانی که آغاز میکنند؟ من با آغاز میکنم و بیشتر هم دستگیری میکنم تا وقتی که میبرند خچانا میگیرن. بود حالتایی که مثلا شما یک نفر رو به یک زینه معین برداشتید و امون مهنت شما دیگر پیش چشمانش شهید شد، شاید شما یک مینداری هم ندیدید از این نفر. به پرده من میگویم در اینجا شاید امین لحظه چندین هنرمندان گوش کرده ایستاده باشن، من میگم که شما بتونید بگویید نامشون رو نمیگم که همه هنرمندان، همه سراینندگان از صدای خچان میندارند. از اون اینه که یک از مهنت شما، از اون اینه که یک پرودیوسر چقدر پشت هنر اینها زحمت کشید، همشون از صدای خچان میندارن. تمام. لیک برای من فرق نداره. من برای فعالیت ایجادی خودم همین کارو انجام میدم که من همچون پرودیوسر میخوام نشون بدم که ما از نول برداشته، یعنی که با یک شخصیت تبدیل داده توانستید. گرچه که من میدونم البته عزت و آبرو همش در دست خداوند است. درست از مو وابستنی. شاید همین چیز سبب هم هست که موقعی سبب میشویم. بله، در تمام ویدیو رولک یا دیگر چیزایی که خصوصیتی تبلیغاتی یعنی رکلاموی که دورند شما اشتراک میکنید، پیش از اون که همین گونه تکلیف رو قبول کنید، با شما چی مهمتر است؟ نفوذی همون شرکت یا تشکیلات یا اینکه از جهت مبلغ؟ در این مسئله فقط پول برای ما موقع دارد. بله، موقع نقش اساسی دارد. اول من میبینم که مثلا چگونه شرکت است، چی محصولات دارد و کی اون ویدیو رولک رو بنوار میگیرد و در کدام ثبت تنظیم کرده پیش در کدام صفت. بله، صفت. و البته پولم به این نمیشود. از نگاه شما شومن حقیقی چگونه باید خصوصیات خصلت رو داشته باشد که میتواند خود رو همچون یک شومن واقعی کسبی به مردم معرفی نماید؟ شومن حقیقی رو با این صفات ها میتونم ببینم: ملکه خوب، ایده های نو، البته پیشنهادهای تازه، طرز پیشنهاد نو باشد، جالب باشد. در خودی مثلا کوری شما بیشتر وقتی که یگون لویها یگون چیز رو آماده کردنی میشوید، بیشتر به چی توجه مخصوصی رو میکنید؟ پرینسیپ ایجادی من همین است که هر لویهایی که من پیشنهاد میکنم باید یکم باشد و مثلش نباشد، تکرار نباشد، نو باشد. یک لویه شما هست که واقعا من حالا مثلش رو ندیدم، این بانوی پرهنر است، در اون بسیار واقعی و نوار گرفته می شود، به یگون گفتن ممکن فالش. کی و چخل همین فکر با سر شما اومد که مخصوصا یک همین گونه لویه رو آماده کنید و پیشنهادی مردم؟ بار اول راستش رو میگم در برنامه رادیوی نو، البته این لویه روز که تقریبا 4 سال پیش در سامانه‌های اجتماعی در آن وقت ادنا کلاسیک بود.
бале як суратеро як хонумеро дидам ки назди гов менишаст бо як бонуи албатта бо либосҳои бисёр муосир албатта тоҷик набуд ғайри тоҷик буд чи аврупои ғарб аврупои бале намедонам буд назди гов буд ва яъне ки дар ҳамон акс маълум буд ки хеле метарсад ва мехоҳад говро биҷӯшад. ҳамин суратро ман дидам ва ҳамин идея ба сари ман омад ки чӣ мешавад ки ман ҳаминро барнома кунам бо духтарои шаҳрро ба деҳа бубарем ва ҳунари онҳоро дар деҳа бубинем. аҷоиб буд. ба сари шумо омад. бале буданд ҳолатҳое ки шояд он қадар худро хуб эҳсос накарданд, бароишон тааҷҷубовар буд онҳое ки дар ҳамин барнома хеле шумо зиёд иштирок буд, лекин карданд. шартҳои барнома ҳамин аст ки метавонанд наметавонанд бояд иҷро кунанд. фарқаш нест бояд ки азодаи шартҳо бароянд. розӣ мешуданд тамаёнҳое ки шумо даъват мекардед? бале розӣ мешавам, бе ягон мушкиле. бале чун як шахсият шинохта онҳо низ кӯшиш мекунанд умуман аз албатта ин барнома маърифӣ мекунад бори дигар, баланд месозад. ба фикри шумо аз рақибонатон бо чӣ фарқ мекунед? ман ростиша бигӯ, ман фикр мекунам ман рақиб надорам. ягона Пeshsaf аввалин. бале аввалин ва нотакрор. хуб аввалин аз аввалинҳо. фикри ман шояд ман иштибоҳ кунам, ман дар самти худам роз гап намебинам ягон рақиб. воқеан мо низ гуфта метавонем ки чунин аст, чун мушоҳида намешавад. инҷо паёмак омада расидааст аз як нафар шунаванда. рухшонаи сайдулло мегӯянд ки салому дуруд гуфта истоданд. хушомадед ба студияи радиои нав, барномаи пурҳунар. ва дар ин бора пурсида истоданд ки дар чанд муддат як маротиба сабти нави худро мебароред ба барномаи пурҳунар? вобаста рӯз дига ба қавли ба настрени ма кай ки хом метавонам ки ҳар ҳафта сабт кунам ва метавонам ки дар як моҳ як маротиба. вақти муайян надорад? не, вақти муайян надорад. не ки аз бас ки ҳоло ҳаво каме сард аст, ба ҳамин хотир камтар барномаро хостем ба таваққуф бигзорем. аз он сабаб ки бештар дар берун аз хона гирифта мешавад. дар деҳот аст, ба ҳамин хотир. айни замон бо ки бештар ҳамкорӣ доред, махсусан дар ҷодаи продюсерӣ? рост дига бо ягон кас. сабабашро дар чӣ мебинед? 3 моҳ мешавад ки бо ягон ҳунарманд ҳамкорӣ надорам. сабабаш дар ҳамин аст ки камтар хаста шудам ва хостам ки фақат. аз кадом ҷаҳат? аз ҷаҳати рӯҳӣ ё ки молиявӣ? рӯҳӣ. албатта рӯҳӣ, чун баъзан ҳунармандон бо худашон созиш намекунанд. ман байни худ, яъне байни худ он қадар созиш намекунам. ба ҳамин хотир ман хостам ки беҳтараш ки ҳамин корҳои иҷодии худма каналма пеш барам ва ҳамон филмҳову роликҳои тарбиявии хешро идома бидам. инам фикри худ, яъне хостам ки дигар барои худам зиндагӣ кунам ва корҳои иҷодии худма пеш барам ва фақат худма реклама кунам, на танҳо сарояна. шояд ин умеди он нафаре ки дар дилаш умед дошта ки шояд дар оянда продюсер мешавед ва ба саҳна меояд, умеди онҳоро ба тамом мекушед дигар. яъне шумо дигар намехоҳам. не, дӯстӣ дорам, бо ҳамаш дӯстӣ дорам, лекин дар самти продюсерӣ фаъолияти шумо қат аст? бале, намехоҳам рост гап ҳамкорӣ расмӣ дошта бошам. фақат мехоҳам дӯстӣ дар кадом лоиҳа, дар кадом проекти ма кадом ҳунарманди барои ма писанд аст даъват мекунам. аз ҳамон лоиҳа боз ҷудо боз дӯстимон тамом. бале, ин ҳам як навгонӣ. дар соли 2021 нақшаҳо тамоман дигар аст ва Peshsaf ин як ширкати махсуси алоҳидаи, агар мо хато накунем, бале, канал аст дар YouTube. буданд ҳолатҳое ки шумо ба як саҳнае баромадед ки бисёр пур аз меҳмонҳо, иштирокчиёни махсуси олимақом буд ва дар ҳамон лаҳза дар дасти шумо баландгӯяк, яъне ягон ҳолати хандовар ва ё ки аҷоиб ё ки ғайри чашмдошт рӯй дод ва шумо аз ин ҳолат чӣ гуна баромадед ё ки дар хотир доред ҳамин гуна ҳолатро? ягона хотироте ки аз соли 2008 то ин ҷониб 12 сол пеш дар хотири ман ҳаст. дар майдони калони 20,000-раи шаҳри нав, шояд 20,000 одам буд. майдон он қадар одами зиёд намебурд, лекин одамҳо росто буданд. консерти шаҳзоди даврон буд ва суруд мехонд. ҳангоме ки суруди охирон замзама мекард, ман дар ҳамин ҳолат арсикола хӯрдам. ман намедонам аз кадом бори аввал ман ҳамин гуна шуд ки вақте ки ман баромадам дар ҳамон майдон ва сароянда сурудашро ба итмом расонд, ман баромадам. бовар мекунед, изображение ҳасту звук нест. ба қавле одам ҳаст, звук нест, овоз умуман нест. ҳамин гулу маҳкам шуд. чӣ ки мо ҳамин қадар наздикем, ҳамин гуна одамо намефаҳмиданд овоза. чӣ кор кардед дар ин ҳолат? ма рӯзи гап ҳам як 4 мисраш шеър буд, 2 мисраш хондум, 2 мисраш овоз гирифт. دیگه همین خیلی با اشاره و ایمو اشاره همون مردم فهمیدم و فکر میکنم نمیدونم شاید فهمیدن یا نه. همون 4 مصرع شعر خواندم، باز پس گشتم پشت صحنه
با فکر شما این تاثیر خودی همون نوشیدنی بود؟ نوشاکی گازی بود. بله. باری اول و از همون سال است من نوشاکی گازی عموما استفاده نمی‌کنم. مخصوصا در وقتی پیش از بر اومد یا کی بعد عموما نوشاکی گازی عموما استعمال نمی‌کنم. مگر یکون حالتی باشه که دیگر هیچ گونه نوشاکی نباشد از مجبوری شاید. نوشاکی دوست داشته شما کدوم است؟ سوکی سبزی. اوه شربت انتخابی خوب است چون یگون ضرر نیست ندارد. فایده‌اش خیلی زیاد است. مخصوصا با جگر با دل و چون از میوه ها اومده می شود از مصلحت بحریدین حتما استفاده برید. با جگر فایده دارد. این از چی سبب چنین میگوید؟ شاید یگون سبب دارد. جگر شما همش خوب است؟ شکر خوب است بهترین. در سال 2020 چی نقشه هایی بود که شما میخواستید و توانستید اون رو عملی کنید؟ سال 2020 با وجود تمام مشکلی هایش سال خوب بود خدا را شکر و روزی که هر نقشه و نیتی داشتم عملی شد. فقط یگانه نقشه این بود که خواستم روز 31 دکبر فیلم نوام رو رونمایی نمایم یعنی پریمیر کنم، فرصت نشد. همین گونه دیگر هم در حالت خود در موقع خود انجام یافت در سال 2020. باز یک چیزی که ما میخوایم بفهمیم چون در شما همین گونه رولیکو یا که گویم فیلم های کوتاه مدتی تربیوی بسیار هستند. وقتی که شما نقشه میکشید اون رو ثبت کنید از روی کدوم پرینسیپ و چگونه انتخاب میکنید جنسی لطیف رو برای اشتراک در همون فیلم ها یا رولیکوی مخصوص؟ البته وابسته به همون قهرمانی که باید در همون نقش ببازد از روی همون قهرمان ما انتخاب میکنیم نقش رو و میبینیم که خود پیشنهاد میکنه یا شما خودم انتخاب میکنم. میکنید. خونه کننده است میشه. من فکر میکنم که کم اشتباه سخت کار میکنید. بله. شاید بونها. بله. تو کم بودی ها برطرف شود. در لحظه مشکل وقتی که به نظرتون میتوبد که همه دنیا دیگر برایتون توریک است بسیار خسته شدید در همین لحظه ها دوباره برای روحان شما رو با پا راست داشتن و به سمت پیش حرکت کردن و شما روحان کی و یا چی مدد میکند کی دوستانم راست گپ هستن دوستان بسیار جونی که و در همین سال 2020 هم بود همین گونه حالتی که من بهت حالتی روحی بهت خوب نبود بعد از فوت پدرم خیلی در یک حالتی نمیدونم چگونه گویا که انجام عمری من بود همین گونه گویا که یک پیوله سالم رو شکستند و دوباره باید برقرار برای من حتی برقرار شدن اون گونه دشوار بود که من بعد از 2 ماه 3 ماه حتی به خود آمدم و اینم باشد با کمک و دستگیری و روحی دوستانم که مرا همیشه میگفتن که من فکر میکردم پایان عمر است و میگفتن که نه زندگی ادامه دارد باید برخیسته باید مقصد بازم فعالیت جدی رو ادامه بدهی. این خوب است داشتن دوستانی اصیل که در حالتهای مشکل با شما هستند و بگذار صفی اونها کم مباشد. تشکر. بحریدین وقتی که شما این سوها رو در آغاز انتخاب کردید نگاهی اهل و عائله شما پدر و مادر شما چگونه بود؟ من بغیر از شما در این سوها از اولاد شما نفری هست؟ از اولاد ما یگان نفری غیر شما یگانه بله. عجیب. چقدر قبول کرده بودن؟ از روز اول بسیار خوب قبول کردن و لحظه‌ای که من در مقصد شبکه تلویزیونی سفینه فعالیت می‌کردم روی نوار می‌آمدم و روی افیر می‌آمدم و در شبکه اولم بود بسیار خوشحالانه قبول می‌کردن و تا همون لحظه‌های آخرین حیاتشون مرا به حد دستگیری کردن و خیلی خوب قبول میکردن. و از یک جهت گفتن ممکن است که سازنده بسیار یک شخصیتوی شناخته سوهای صنعت هستید. اگر در آینده یکی از فرزندان شما گوید که روی صنعت رو پیش میگیرد شما نمیخوام روزی نیستم نمیخواید برای چی قریب همگون هم خیلی میگن من نمیخوام گون رانچو و اون عذابایی که من در این سوها کشیدم فرزندی من نمیخوام که همین گونه بسیار مشکل است خیلی مشکل است و لیکن بعضا من مثال یگان طبیب رو میپرسم که تو میخوای که فرزندت طبیب شود آنها نیز نمیگن یا که مثال یگان استوی کندکار رو میپرسیم نمیگوید یا که دوزنده هم میگوید نمیخوام که از این برمیاد که تمام جبهه های انسانیت به دشواری نمیشده مشکلی های خودش رو دارد خود رو داشته است بله و شما میخواهید که بگذار در دیگر سوها از کشیدن در سوهای شما نه رانچوی که من کشیدم من میخوام فرزندی من از این رانچو مگر خوب نیست که مثلا در آینده چون شما ما خوب میدونیم که حیات موقتی است همه ما شما مهمون هستیم و فرزند نشونی پدر است وقتی در آینده اگر مثلا فرزند شما کسب شما رو پیش برد این یک یادآوری باز از شما است برای تمام مردم که هنری شما رو میپسندن این با شما
درست است، لیکن حاضر من یک پسر بچه دارم، امگی 4 سال دارد. به هر حال من فکر میکنم که اختیار در دست خود است و در حالی که نسل نو رو هیچگاه از یگان رو غیر خواهشش مجبور کرده نمیشود. اصلا من نمیخوام، لیکن اگر ذوق و رغبت و مایلی سخت داشته باشد بله خیر خودش انتخاب کند. از نگاه شما دوست حقیقی کیست؟ چیست؟ و من شما دوره دوستانی که با پرگی باور میکنید بعضن سیر دل خود رو با اونها خود رو سبوک قلا خیلی خوب احساس میکنید؟ حسن همین گونه خیلی خیلی کم است و دوست حقیقی همون است که دوستی خالصانه است، نه برای پول، نه برای مال، نه برای ثروت، دوستی بی غرض داشته باشه، بی غرض و خالصانه به یگان مقصد. بله دارم، خدا را شکر این گونه دوستی را من فقط در همین خالصانه مناسبت میبینم، نه برای چیزی، نه برای کسی، نه برای چی. بود خیانت دوست برای شما و شما همین گونه حالت رو بخشیده میتوانید یا که از همین دوره رو اثر گذاروندن برای شما دشوار است؟ خیلی زیاد بود دوستانی که در پشت من خنجر زدن، لیکن همش حوالش به خدا میسپارم و از این خنجرزنی ها، از این پیشپایی ها دادن ها انسان میدونید باز کاملتر میشود و قوی تر میشود، بزرگتر میشود روحاً، لیکن باوری بد کم میشود. چگونه خصلت‌ها رو در آدمون میپسندید؟ پیش از همه بسیار دوست می‌دارم که آدم‌ها صمیمی باشن و یک روی باشن. مهمتر از همه دوست می‌دارم انسان‌ها یک روی باشن. نمی‌خوام که انسان‌ها با اطرافیانشون نقاب پوشیده صحبت کنند، چون امروز که خیلی زیاد وقتی که با یک نفر صحبت می‌کنیم آنگونه قطعی صحبت می‌کند که و در اصل از نگاه‌های و از تبسم‌های و از احساس می‌شود، چشمانش احساس می‌شود که همون سخت است و دروغ می‌گوید. همین چیز رو خیلی نمی‌پسندم. واقعاً چشم چیزی که بود فریب کردن نمی‌شود. در حقیقت دروغ می‌گوید؟ راستی گپ خیلی خیلی کم. در کدام مورد از نگاه شما دروغ؟ فقط در یک مورد که بعضا در همین تنبه‌هایی که در شهر میشه در یگان راه رفته استم همون راه رو کوتاه‌تر میگویم، میگم که در کجا هستی. اگر مثال در مرکز باشم با منفعتی کار باشه، بله مثال به سمت زرافشان رفتنی باشم میگم که در محله 80 است. پیش از اون که شما به برنامه بیایید البته ما تلفنی هم صحبت شدیم و گفتید که بسیار نزدیک هستید. راستش گفتم. راست گفتید؟ بله یک ایستگاه اون طرف بودم، راستش رو گفتم. دروغ آخرین کی بود؟ یاد ندارم راست. یاد نداری. فعالیت کاری شما و یک ساحه هست که شاید توجه نظری جنسی لطیف بسیار باشد. شده سوالاتی که مثلا شما با نفر مناسبتی الهیده نیست داشتید؟ نه راستی نداشتید. میخندید برای چی؟ برای که نبودم این چیز. برای همین بهترین در سال 2027 شما چگونه نقشه دارید؟ خدا را شکر که به این سال هم رسیدیم و بله این مهم. یگانه نقشه این است که در سال 2021 اولین فیلم تربیوی من روز شنبه خدا خواهد پیشنهاد هواداران میشود. ما قبلا شما رو با برآمدن فیلمی کوتاه مدتی شما فیلمی نوی که پیشنهاد کردنی هستید مبارک بود میگیم. مبارک شود. این نخستین مسئول ایجادی شما است. با فکرم در سال نو زرنگار دوست می‌دارم که هر کاری که انجام میدم اصلا پیشکی یگان بار در یگان کارم نگفتم که من همین کارو آینده میکنم. پورا آماده میشد فقط پیشنهاد میدم. پیش از تیار شده برآمدن نمیگویم. پورا تیار. این خوب است. اصلا نقشه من نمیگم تعریض میشه. از این پای بردن ممکن است که در سال 2021 بسیار سورپرایز رو بتونید که از بحریدینی سابور انتظار شوید. ما پیش از همه شما رو برای اون که وقتی بسیار قیمت خود رو در یاد نداشته و برنامه شما حاضر شدید ایثار منتداری و تشکر بیان میکنم. برایتون پیش از همه در زندگی سلامتی تمنا دارم. بگذار همیشه اون نفرانی که در احاطه شما هستند اطرافتون با شما وفادار، صمیمی، واقعا خالصانه باشند. صفی دوستانی حقیقیتون زیاد باشد، در زندگی باشد، خوشبختی اولوی، دستاوردهای نه در جدایی ایجادی تمنا دارم. تشکر. ما هم به شما و برابریت رادیو نو به همتون برکت، سعادت میخوام و فقط یک سخن رو در همه جا میگم و در اینجا میخوام بگویم. آخرین سخنم است. میخوام بگویم که انسان همین گونه باید در زندگی رفتار کند که از زبانی و از دستی و از عملی و کسی دیگر آزار نیابد. اگر همین گونه انسان هستی پس تا خوشبختی فکر میکنم. بهترین سخن خیر باشد. تشکر. خوشبختی آوردن به نفران دیگر این خوشبختی دهچند برای انسان است. بار دیگر خوش آمدید میگویم. سپاس. عزیزان دل، اینشان در برنامه شامگاهی به تنفس قرار داشتند. یکی از شخصیت شناخته معروف پرودیوسر شومنی واقعی و نفری که و پیشنهاد فیلم ها
و غیره تابع شما همیشه شد میسازند. بحریدینی صبور. امروز برنامه شنبه به تنفس دومین مدت با شما بودم. من زرنگوری رستم. عزیزان دل شماتون بخیر. در موج نو بمونید. Новое радио.